خب مبارک باشد مهیا این مسئولیت نو. با چی روحیه قبول کردید این مسئولیت رو و در نوبت اول چی نقشه ها دارید؟ تشکر. با چی روحیه راست دیروز وقتی که همین انجمن برگزار شد، یعنی که همایش اوید به تاسیس دادن این انجمن، موردی بررسی نظامنامه انجمن قرار گرفت، بعداً پیشنهادها از جانب اشتراکچیان صادر داد و وقتی که با نامزدی مرا همچون راهبر پیشنهاد کردند، کمتر شاید برای من غیر چشم داشتم بود، اما وقتی که یک دو نفری دیگر اونا هم پیشنهاد کردن و اونا از این راهبری دست کشیدن، من فکر کردم اگر من هم دست کشم پس کی میایستد. و همین خاطر به مدت طبق نظامنامه به مدت 2 سال امیدوارم که راهبری این انجمن به دوش من خواهد بود، یعنی که از عهده‌اش میبرایم. طبق مقصدهایی که در نظامنامه درج گشته میخواهیم که لایحه ها اوید به حمایه حقوق ژورنالیستان زن آماده نماییم و این چنین برای ژورنالیستان آینده از قبیل دانشجو دخترانی که در دانشگاه ها تحصیل میکنند و اونهایی که در مکتب ها تحصیل میکنند و میخواهند که در آینده کسب ژورنالیستی را پیشه خود کنند، برنامه های یعنی ترینینگ ها و خوری ها میخواهیم چنین برنامه ها را طراحی کنیم. مهیا تا جایی میدانیم شما در سمت حقوق هم فعالیت داشتید، تجربه خور در ساحه خبرنگاری داشتید، یک مدت به حیث آموزگار هم فعالیت میکردید در دانشگاه، اما کار با خبرنگاران زن، عموما زنان، به نظرتون تا کجا برایتون دست خواهد داد و مشکل نخواهد بود؟ تنها اگر خود آنها هم خواهش داشته باشند و مقصد داشته باشند که همین انجمن رشد کند و اونها هم خواهند که از حقوقهایشون یک سازمان دفاع کند و آماده باشند که برای حقوقهای خود، برای تحصیل خود مبارزه برند، پس فکر میکنم کار مشکل نخواهد بود. خب میدونیم که امروز هم در تاجیکستان برای ژورنالیستان سازمان و شورای مختلف فعالیت میکنند و از نگاه شما برای تأسیس یک انجمن ویژه برای زنان تا کجا ضرورت بود؟ تا کجا ضرورت داشتن یا نداشتن انجمن را وقت نشان خواهد داد، اما وقتی که دیروز هم همین سال به میان خست، بسیاری ها جانبدار آن بودند که باید یک سازمانی باشد که مخصوص از حقوق بانوان ژورنالیست دفاع کند. واقعا در ژورنالیستیکا درست هم گفتند که جنسیت موجود ندارد، در یگام کس جنسیت نیست، لیکن بعضی مشکلات هستند که خاصی بانوان هستند و اگر بانوان متحد شده این مشکلی را حل کنند هم آسانتر خواهد بود و هم قابل قبول دیگر بانوان خواهد شد و فرقیت از دیگر انجمن ها فکر میکنم چندان زیاد نخواهد بود، چون که مقصد همه تشکیلات ها، مقصد همه اساتید ها تقریبا یک رنگ است و ما امید داریم که با نمون دیگر اساتید ها از جمله با نانسمیت، از جمله با شورای و دیگر تشکیلات هایی که در تاجیکستان فعالیت میکنند و برای حقوق و از حقوق ژورنالیستان دفاع مینمایند، اساتید ژورنالیستانی، اساتید بانوان ژورنالیستی تاجیکستان نیز همکاری خوب را خواهد ماند و آینده از روی همون مقصدهایی که در نظامنامه‌اش درج شده است فعالیت خواهد کرد. مهیا فکر میکنید امروز خبرنگاران زن در تاجیکستان بیشتر با چه مشکلات روبرو میشوند؟ شاید این برای اونهایی که در رسانه‌های پایتخت کار میکنند چندان نظررس هم نباشد، اما تا جای من میدونم در اینجا هم مشکلات بود که یک مثال عادی حتی نفرهایی که مثال زنهایی که با رخصتی میروند، مثال هنگامی حامله داری یا بعد از آن، بیشتر مورد اونها از چی میگن از همون کشتی شداوری بیرون میافتند، یعنی که از همون اداره اونها منفعتی نمیگیرند، در صورتی که همین چیز باید برای مانده شود.